ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، چون شاید 5-6 شرکت دیگری هست که با ما کار می‌کنند، ولی البته اونها در یک محدوده بسیار کوچکتری هست، مشغول مذاکره بوده. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کردیم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد. ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 سه دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 1979، یعنی 6 سال دیگر به هیچ وجه تمدید نکنید. حقوق حاکمیت هر مملکتی به او اجازه می‌دهد که بر ثروت طبیعی خود نظارت کامل داشته باشد و اصول منشور ملل متحد و قطعنامه‌های به خصوصی در این مورد تصریح دارد که نه فقط ثروت هر مملکتی، ثروت زیر زمینی و روی زمینی هر مملکتی مال اوست، ولی حتی قراردادهایی که با کمپانی‌های خارجی برای بهره برداری و استخراج بسته می شود نمی‌تواند بدون صوابدید مملکت صاحب ثروت مورد بهره برداری قرار بگیرد. یعنی هیچ کمپانی نمی‌تواند بگوید که من می‌خواهم مثلا از نفت سالی اینقدر استخراج بکنم، مثلا یک استخراج معقولانی که بگوییم فقط محض خاطر ذکر یک رقمی 1,000,000 بشکه معقولانه باشد به نسبت ذخایر، اگر اون کمپانی بگوید من 200,000 بشکه بیشتر برنمی دارم، یا اینکه به عکس بگوید من 2,000,000 بشکه برمی دارم، اون حق را به او نداده است. نفت صنعت پیچیده است. یک چاهیره اگر بیش از مقدار معین استخراج بکنید، در واقع اون چاه را شما میکشید. اگر بازیافت مجدد، چون حرف فنی است، اگر گازهایی را که لازم هست 2 مرتبه در چاه برگردانند، به قول اصطلاح فنی انژکسیون بکنند نکنند، این حفظ منافع مملکت نیست و این کارها در مملکت ما نشده است. راهی که برای ما میماند 2 تاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979، یعنی 6 سال دیگر، کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8,000,000 بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود، خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی
در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشن، یا اینکه از موقع امضای قرارداد جدیدی تمام مسئولیت‌ها و هر چی که امروز در دست ما نیست تمام برگردد به ایران و شرکت‌های عامل فعلی مشتری طویل المدت ما باشند و ما نفت را به اونها برای مدت طولانی به قیمت خوب با تخفیفی که هر کسی به یک مشتری خوبی میدهد خواهیم فروخت. و این تنها راه این است که اون بداند که تا هر موقع که قرارداد طول میکشد 20 سال 25 سال نفت به اون میرسد، در صورتی که در اون مرحله دیگری را من اینقدر مطمئن نیستم که اون نفتا به همین سادگی به خارج از هر مملکتی صادر بشود. این مطلب باید به زودی برای ما روشن بشود. شق اول ادامه کار تا 79 یا مشتری شدن و مطمئن بودن به این که نفت برای مدت طولانی با شرایط مناسب در اختیار خواهد. ولی برای اینکه شرط دوم را ما بتوانیم انجام بدهیم لازم است به خصوص که صنعت ما توسعه پیدا می کند بهترین متخصصین خارجی را یا به طور دست جمعی و متشکل یا به طور انفرادی در استخدام خود بیاوریم، برای ما کار بکنند و در حفظ و نگهداری و تفحص و تجسس بیش از گذشته دقت بکنیم و بیش از همیشه برای اینکه یک صنعت درجه یک مقیاس بین المللی ایجاد بکنیم خواهیم کوشید. و برای این کار از فردا حتی باید مطالعه کنیم که سازمان شرکت ملی نفت ایران چطور خودش را برای یک زمان فوری و یا برای سال 79 آماده و مهیا کنیم. ما خودمون بهتر از هر کسی نواقص خودمون را میدانیم. عمده نقد ما این است که کادرهای فنی به اندازه کافی نداریم، مدارس حرفه‌ای به اندازه کافی نداریم و متاسفانه موقعی که مدرسه حرفه‌ای درست میکنیم بعد از چند سالی فوراً به تقاضای این و آن اون مدرسه حرفه‌ای که باید دیپلم حرفه‌ای بده بیرون فوراً میخواد یک برچسب دانشکده‌ای به سر خودش بزنه، فوراً یک ورقه لیسانس. آقا بعد میره پشت میز میشه. کارگر فرستادیم به آلمان فدرال برای یاد گرفتن حرفه، برگشته به ایران. البته چند نفر از اونها فوراً برگشتن سر کار اولیه‌شون. یه عده‌ای میگن خیر ما دیگه پشت ماشین نمیایستیم. این عیبه. ما کارگرانی که یا زنهای شما یا خواهرهای شما در کارخانه مثل شما کار میکنن، مگر اغلب و اکثریت دستجات مذهبی که در روزهای عزاداری در این شهر را میفتن مگر از شما تشکیل نمی شود؟ اسلام همونطوری که گفتم اسلام روز اول است و این کاری که ما میکنیم و این مواد انقلاب ایران تمام استوار بر همه رسول است. مذهب اسلامی که پیغمبر آورد، نه اون چیزی که به آن اضافه کردند و از آن برای خود و استفاده خود دکان ساختند.